انسان در طول زندگیش همیشه در جستجوی است. پیوسته کوشش میکند که روزگارش را به مشکلی گذراند. تلاش کردن، زحمت کشیدن شخص را به مرتبه های بلند میرساند. در حیات امروزه چنین انسان ها بسیارند، بخصوص بانوان اختراعکار. باعث سرفرازی است که زنان تاجیک در رشد تکنیکی و فناوری ها سهمی ارزنده دارند و با دستاوردهای علمی و اختراعهای خود توانستند که در آزمونهای بین المللی جایهای نمایان را به دست دارند و معرفگر دیار خود در عرصه جهانی باشند. مقدس قربانووا، نامزد علم‌های شیمیا، دوسنت، مدیر کافدرای اصول تعلیم شیمیایی دانشگاه ملی تاجیکستان 11 مارس سال 1975 در ناحیه یاوان ولایت ختلان در عائله آموزگار تولد شده است. سال 1997 فاکولته شیمیایی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم نموده، سالهای 1999-2001 شعبه غایبانه اسپیرانتورای اینستیتوت شیمیایی به نام نیکیتینی اکادمیای علم‌های جمهوری تاجیکستان را به اتمام رسانیده است. بعد ختم دانشگاه در کافدرای اصول تعلیم شیمیا به حیث لابرانت کلانی کافدرا سالهای 1996-1997 اسیستنت، سالهای 1997-2004 دوسنت کافدرای مذکور، سالهای 2006-2016 مدیر کافدرای اصول تعلیم شیمیایی دانشگاه ملی تاجیکستان تا این جانب و رئیس جمعیت علمی دانشجویان و عالمان جوان فاکولته فعالیت کاری نموده و مؤلف زیاده از 100 مقاله و فشرده مقاله ها، 1 مونوگرافیا، 3 اختراعات و 6 دستور تعلیمی می باشد. نتیجه کارهای علمیش را در مجله های وطنی و خارجی چاپ نموده دارنده جایزه عالم جوان اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان در سال 2000، جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان در ساحه علم و تکنیک در سال 2007، افتخارنامه‌های وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان و اینچنین دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. حالا روی چند اختراع‌هایی که مربوط به ساحه شیمیا می باشند، این بانوی نوآور تاجیک کار کرده ایستاده است. پهلوهای دیگری فعالیت مقدس قربانووا در برنامه مروارید. همچون بانوی اختراعکار مفهوم علم را چگونه درک میکنید؟ اگر مفهوم علم شیمیا را گیریم، یعنی که درباره توصیف دادن ماده های شیمیایی، آموزش خاصیت های آن، خاصیت های فیزیکوی و ساحه های استفاده بردن آن را یعنی که نشان داده میتواند. قربانووا مقدس یکی از معلمه‌های موفق فاکولته شیمیا به حساب می رود، زیرا که معلمه در برابر فعالیت خوب پداگوژی داشتن از سال 2016 اینجانی به حیث مدیر کافدرا در کافدرای اصول تعلیم شیمیا که یکی از کافدراهای فوندامنتالی، یکی از کافدرهای اساسی فاکولته شیمیا به حساب می رود، همچون مدیر فعالیت میکند. محض با تشبث معلمه کافدرای مذکور در زمان رهبری معلمه رشد کرده است، چون که ما شما میدونیم امروز در کشور عزیزمون از در شهر دوشنبه مکتب‌های تیپی نو، لیسه و گیمنازیاهای خیلی موثر به فعالیت شروع کرده هستند و ما در زمینه کافدرای مذکور اختصاص داریم خیمیک آموزگار با تجربه آموزی علمی پداگوژی و تجربه آموزی پداگوژی جلب کردن دانشجویان کورس 3، کورس 4 و ماجسترانتون محض به واسطه کافدرای مذکور صورت میگیرد و معلمه در این سمت خیلی فعال می باشد و بغیر از این در بعضی چندین لیسه و گیمنازیاها گوییم که به حیث فیلیال کافدرای مذکور تأسیس دادن و پیوسته نظارت میکنند. بعد از دستاوردهای به دستاورده شما صحبت میکنیم. تا امروز چند مقاله ها را مؤلف هستید؟ من زیاده از 190 یعنی که مؤلف فشرده و مقاله های هستم که بیشتر آنها در ژورنال های با نفوذ یعنی که با کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون شاملن، یعنی که در آنها از نشر برآمده است. این چنین من مؤلف 2 کتاب هستم، یعنی که 3 اختراعات و 1 سند تطبیق در استحصالات
به شمار می رود. مقاله های علمی که ما در فدراسیون روسیه، یعنی که در شتات های متحده امریکا، یعنی چکسلواکیا، اینچنین در استرالیا و غیره و دیگر کشورها از چاپ برآمده است. شما گفتید که مؤلفه 3 اختراعات هستید. پس اختراعی که شما روی کار آوردید به کدام سمت ها روانه گردیدند؟ موضوع علمی من استفاده خوله های آلومینی، یعنی با علاوه متال های اشخور زمینی و متال های انتقالی می باشد که بیشتری آنها، اکثر آنها در ساحه های صنعت، یعنی که در خود صنعت راکت سازی، سامالیات سازی، یعنی که ساحه ساختمانی، ساحه ماشین سازی استفاده برده می شود، بخشیده شده است. اختراعات آخرانی که ما کردیم این درباره استفاده خوله های آلومینی با بریل در ساحه ماشین سازی بوده. اختراع دیگری ما این استفاده امین عموما درباره همچون موادهای کنسترکسیونی استفاده بردن خودی انمی خوله های آلومینی می باشد که بیشتری آنها در ساحه متالورژی، مواد شناسی، همچون مواد کنسترکسیونی استفاده برده می شود. و یک تطبیقی که در آخران ما چقدر که به شما گفتم که ما سند تطبیق در زواد ارضی شهر دوشنبه انجام دادیم که یک قسمی آنها، یعنی که علاقه تحقیقات ها بردن و نتیجه های خیلی خوب ثمره بخش دادن و در آینده ما می خواهیم که تطبیق آنها را با بیشتر در دیگر صنعت ها گذرانیده توانیم. من با مقدس زویدانه طی 30 سال است که شناسایی دارم. وقتی که دانشگاه ملی را ختم کردن، همچون دانشجوی بهترین ما آنکسا با انستیتوت کیمیا تکلیف کردیم، با کار قبول کردیم و در همین مدت 4-5 سالی که در انستیتوت کیمیا فعالیت کردن، آنکس توانستند که زیر راهبری من رساله نامزدی خود را دفاع نمایند و فعالیت علمی پداگوژیشان را من بعد در دانشگاه ملی تاجیکستان دوام داده ایستادند و امروز هم در همونجا به حیث وظیفه مدیر کافتری متدیک تعلیم شیمیا فعالیت دارند. چند قبل در شهر سئول کره جنوبی سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی فروم بین المللی زنهای اختراعکار را راه اندازی نموده بود و در این فروم نه کمتر از 30 دولت دنیا با اشتراک 500 نفر برگزار گردیده بود. از این فروم شما با دستاورد برگشتید. وقتی با مدال طلا برگشتید چه حسیاتی وجود شما را فراگیر بود؟ هر سال در کره جنوبی در شهر سئول، یعنی فروم اختراعکاران زنان جهان برگزار می‌گردد. امسال من همچون مواد خود استفاده همین خوله های آلومینی در ساحه ماشین سازی به اونجا فرستاده بودیم و از طرف کمیته تدارک آنها یعنی بهای بلند گرفت و برای اجازتنامه داده شد، یعنی دعوتنامه برای ما فرستاده شد که ما میتوانیم در این فروم اشتراک کنیم. یعنی من با همراهی معلمه یار محمدова و که نامزد علم های خیمه می باشند در این فروم که در 30 دولت دنیا، یعنی که همچون معرفگر بودن، 500 نفر اختراعکاران زنان اشتراک داشتن، اشتراک نمودیم و با معروضه و با پیشنهاد کارهای علمی خود معلمه یار محمدova صاحب شاهجایزه و ما صاحب مدال طلا گشتم. یعنی زمانی که ما این تاجیکستان در آنجا بین در 30 دولت وقتی که گفته گذاشتن، یعنی که برای ما یک حسی خیلی خرسندی بود، یعنی حسی افتخار بود. حس افتخار از آن داشتم که من در یک جمهوری بسیار آسوده، سایشته، یعنی دموکراتی زندگی میکنم و امروز این امکانیت شده است که من میتوانم پرچم برداری خود دولت خود یعنی جمهوری تاجیکستان عزیزمان باشم. این بسیار یک حس خوب، یک حس فوق‌العاده بود که برای من در پیش خود قول دادم که در آینده میتوانم یعنی تحقیقات های خود را بیشتر و بیشتر گذرانم. البته تمام شاگردان، تمام همکسبان و همکاران شما از مدال به دست آورده شما و پرچم تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی کردنتان هم افتخار می نمایند. بینندگان عزیز، حالا اشتراک معلمه عزیز را در فروم بین المللی زنان اختراعکار که در شهر سئول کره جنوبی برگزار گردید تماشا میکنیم و بعداً برنامه را ادامه میدهیم.
ما با همروی معلمه امسال در فورم دولت کره شهر سئول اشتراک داشتیم و البته معلمه نیز صاحب مدال طلا گشتند. این البته قدردانی از کمیسیون تدارکاتی کره بود، چون یک زن در استحصالات کار میکرده است. کارهای علمی معلمه با خلاهای علمی است و چیزی که ما میدونیم در ساحه استحصالات بسیارتر مردها کار میکنند، لیکن با اون نگاه نکرده معلمه هم در ساحه استحصالات سهم خود را گذاشت و با خلاهای آلومینی سر و کار دارد و یا خلاهای آلومینی رو تیار کردند که دیگر متال ها رو نیز اضافه کردند که استواری و بکاروز تاباور بودن اونها رو معین کردند و خلاهای رو ساختند که وایها بکاروز استوارتر هستند نسبت به خلاهای پیش بودگی و خصوصیات خیلی فرق کننده از خلاهای پیش دارند که با همین اختراعات خودشون معلمه هم در دولت کره و هم در تاجیکستان در آزمون علم فروغ معرفت اشتراک کرد از نامیناسیون اختراعکاری و تا دور شهری راحت گرفت. فخر از آن میکنم که با چنین معلمه غمخوار و مهربان کار میکنم، همکار هستم و طولی 5 سال میشد که با معلمه همکار هستم. معلمه همچون در جاده علم به ما به نهایت کمک مینمایند و همچون مادر غمخوار نابسته از آنی که ما با کدام نمودی مسئله ها و مشکلی ها با آن کس مراجعت میکنیم به نهایت غمخوار هستند و همیشه کوشش و سعی میکنند که در همه مشکلاتی که ما گرفتار میشیم سهم خودشون گذارند و کوشش میکنند که در جاده علم در ساحه علم به ما مثلا دستی کمکشون رو رسانند و معلمه قربان و مقدس تا چند سال است که یک چند نامزدهای علم تیار کرده ایستاده است. اینچنین در فاکولته شیمی سهم معلمه به نهایت کلان هستند. زنی تاجیک در زمینه تحقیقات و نوآوری از زنان دولت‌های پیشرفته که از معاصرترین تجهیزات تکنیکی برخوردارند در ردیف نمایان قرار دارند. دلیل این گفته‌ها به دست آوردن جایزه‌های بانفوذ در آزمون‌های سطحی بین‌المللی است. باعث تحسین و افتخار است که بانوان ما در برابر مردان به اختراعکاری شوق و رغبت زیاد دارند و به نوآوری‌های بی‌نظیر دست می‌یابند که جهان آدمی را دگرگون می‌سازد. شاگردان معلمه مقدس قربان و اصول تعلیم دهی او را خوب ارزیابی نموده ابراز داشتند که درسی که شوق‌آور می‌گذرد تیز در ذهن محصلین جای می‌گیرد، از جمله درس‌های مقدس قربانوه. از اون فخر میکنیم که زیر راهبری چنین معلمه دانشمند، معلمه مهربان، معلمه دلسوز و غمخوار رساله کار علمی را انجام میدهیم و باوری کامل نیز داریم که با لطف و مرحمت، با مهربانی ها و غمخواری ها و راهنمایی های معلمه در وقت معین گرده رساله خویش را به اتمام میرسانیم. با اندیشه چهره برنامه ما ذوق دانشجوی امروزه را در راه نوآوری آموزگار باید بیدار نماید، زیرا اگر دانشجو ماهیت و افضلیت اختراعکاری را به خوبی درک نماید می تواند با تمام هستی برای آفریدن ایده هایش در عمل کمری مستحکم بندد. در فرومی که شما اشتراک داشتید بودند نفرانی که موضوع اختراعاتشان به شما نزدیکی میکرد؟ چندین سال شد که در همین فروم اختراعکاری زنان یک چند نفر استادان ما اشتراک نموده بودند و اساساً آنها سمت کارهای علمیشان برای آموزش، یعنی پیوست‌های کمپلکسی، استفاده آنها در ساحه تیم، در ساحه خواجگی خلق بودند. من فکر میکنم که من اولین اشتراک کننده بودم که یعنی که مخصوصاً در ساحه تکنیکی تعلق داشتم، برای که وقتی که از کمیته تدارکات آنها هم برخوردار شدیم که یعنی که اولین زنی که در ساحه تکنیکی، در ساحه متالورژی کارهای علمی تحقیقاتی میبرد من میباشم. به همین خاطر یعنی که وقتی که ما معرفی کردیم برای من یک چیز مشاهده، یعنی که یک چیز برای من میسر گردید که امروز علم تاجیک میتواند یعنی که رقابت پذیر با تمام یعنی که علم کشورهای دنیا باشه. در ادامه کارهای امروز زیر راهبری مقدس زویدانه علاقه 2 نفر رساله نامزدی خود را در همین بخش دفاع نمودند و روزهای نزدیک 3 شاگرد آن کس باید که در انستیتوت کیمیا رساله خود را باید دفاع نمایند. این کس بسیار شخص خاکسار هستند، سر محصول هستند و
تشویششان همین که فقط از پی جستجوی اختراعات نو، کارهای تحقیقات‌های نو، مقاله‌هاشون را در ژورنال‌های با نفوذ جمهوری روسیه به چاپ رساندند که آنها به نشریه‌های سکوپوس وارد شدند و با زبان انگلیسی نیز نشر شدند. در زیر مؤلفه این کس یک چند کتاب‌های درسی نیز از روی متدیک تعلیم شیمی به چاپ رساندند که بیرون از جمهوری در جمهوری ازبکستان نیز این موادهای این کس، این کتاب‌های درسی این کس پیشنهاد شده بود برای درس دادن در گروه‌های تاجیک زبان جمهوری همسایه ما. در فوروم بین المللی زن‌های اختراعکار جهان معرف کنندگان علم از چند ممالک دنیا بودند؟ از 30 ممالک دنیا بودند، از جمله از عربستان سعودی بودند، از خود جمهوری کره بودند، از فدراسیون روسیه بودند، یعنی که از دولت اسلامی ایران در آنجا اشتراک داشتند، از استرالیا بودند، اینچنین از بسیار دولت‌ها در آنجا اشتراک نمودند که بعضی آنها که ما علاقه در رابطه هستیم، یعنی آنها میخوان که در همکاری با ما در ساحه علم یعنی که باشن، یعنی در کنفرانس ها، در فوروم ها، یعنی که در آزمون هایی که آنها اشتراک میکنن، یعنی که در دولت های آنها که برگزار میکردن برای ما نیست، یعنی که دعوتنامه میفرستادن. عین حال 2 نفر از معلمه های ما در شهر کویت یعنی در فوروم اختراعکاران اشتراک کرده اومدن، اینچنین برای من هم دعوتنامه اومده بود، لیکن خاک با بعضی سبب ها من اشتراک کردن نتوانستم و برای خود قول دادم که سال آینده اشتراک میکنیم. عین حال همچون آزمون یعنی اختراعکاری در شهر یعنی که کاتویتسه پولشا برگزار گردیده ایستاده است، یعنی در آنجا ما همچون اختراعات خود رو یکچند اختراع خود رو پیشنهاد نمودیم و عین حال یعنی که کمیته تدارک آنها از اینها یعنی تحقیقات های ما رو بررسی میگردن. من از اون افتخار دارم که معلمای ما در جوده بین المللی بیرق تاجیکستان رو معرفی میکنن و هم در تاجیکستان عزیز خودمون میتونم با اختراعات خود فاکولته شیمی رو نامبرداری کنند. موادی که شما اختراع نمودید و از خارج با مدار اطلاع برگشتید، این مواد حالا در استحصالات جاری هست؟ خیلی که به ما معلوم است خصوصا استفاده خلاهای آلومینی نهایت ساحه‌های وسیع رو در بر میگیرد. خود جمهوری ما یعنی که استحصال خود آلومینی در زواد آلومینی تاجیکستان برآمده است و اساساً انتقال کننده خود همچون مواد خام یعنی که همچون آلومینی به حساب می رود. لیکن ساحه تحقیقات های من به آن روانه کرده شده است که اگر از جهت اقتصادی هم خیلی ما بررسی گردانیم، اگر ما 1 تن آلومینی رو می توانیم یعنی که ارزش آن 2700 فرض کردیم 2800 دلار آمریکایی به حساب می رود. اگر ما 1 تن خود خلاهای آلومینی را در اساس بریل با علاوه های دیگر متال ها که ما گیریم خصوصیت خود انمون آلومینی پورا دیگر می شود، یعنی این موادهای همچون ضد کروزیونی به حساب می رود و ساحه های وسیع استفاده برده توانند. این چنین خلاهای آلومینی همچون ما ناقل استفاده برده می توانیم. مثلا اگر 1 تن آلومینی چیکونه گفتیم ما همچون محصولات فولگا یعنی که یک محصولات است که در ساحه های تکنیک وسیع استفاده برده می شود، لیکن اگر ویر ما همچون از خلا استفاده بریم و 10 چند مراتب یعنی ارزش اون چی میشه زیاد میشود. و همچنین در ساختمان ما همچنین امروز در مواد ساختمانی به مانند پروفیل ها یعنی که ساحه های دیگر یعنی ساحه های ماشین سازی باشد، قسم های ترکیبی خیلی انمی تجهیزات هایی که در ماشین استفاده برده میشوند، این مواد یعنی که اختراعات ما میتونه همچون عوض کننده های آنها در آینده استفاده شوند. امروز صنعت خوراکواری عموما خوجگی خلق رو به استفاده متال ها و خلاها تصور کردن غیر امکان است، چون که تمام تجهیزات تمام موادهایی که ما در خوجگی قشلاق
дар хоҷагии халқ умуман истифода мебарем, ҳамагӣ он хусусияти металлӣ дошта, ҳамагӣ бо хулаҳои металлҳо ҳастанд, аз ҷумла алюминий. чунки мо шумо медонем кишвари азизи мо Тоҷикистон яке аз кишварҳои бонуфузтарин дар сатҳи содироти алюминий мебошад ва зери роҳбарии академик Ғанӣ Иззатулло Наврӯзович маълима рисолаи доктории худро омода карда истоданд дар самти мазкур. Ман боварӣ дорам ки дар моҳҳои наздик аллакай маълима рисолаи доктории худро сарбаландона омода ва дифоъ мекунанд. токунун чанд шогирд доред ва коре ки шогирдони шумо анҷом медиҳанд бо саводи худ шуморо қонеъ мегардонанд? ман аз он хурсандам ки яъне ки устоди ман, роҳбари илмии ман, яъне ки устоди азизи гиромии ман ки ман хеле эҳтиромашон дорам, ин кас яъне ки доктори илмҳои химия, профессор, академики академияи миллии Тоҷикистон Ғаниев Иззатулло Наврӯзович мебошад ки ин боиси ифтихори мо аст ки ин олим бо тамоми корҳои таҳқиқотҳои илмии худ тамоми ҷаҳон онро мешиносам ва эҳтиром мекунам ва яке аз парвардаи ин мактаби илмии бузург ман низ мебошам. дар баробари ин ман шогирдо яъне ки аспирантҳо, унвонҷӯён, яъне ки докторантҳои PhD имрӯз тарбия намуда истодаам. яъне ки шогирди ман Назарова Меҳрубон, аспиранти кафедраи яъне ки кимиёи физикӣ ва коллоидӣ соли гузашта яъне ки ҳимоя намуданд ва дараҷаи номзади илми химияро аз худ намуданд ва дипломи худро гирифтам. шогирди дигарам ҳамчун унвонҷой яъне Раҳимова Наҳдия Одинаевна аллакай пешдифои худро гузаштанд, дар шӯрои яъне ки Федератсияи Россия корҳои худро пешниҳод намуданд ва рӯзҳои наздик насиб гардонда бошад, яъне ки ҳимояи номзади худро пешниҳод менамоянд. Инчунин дар баробари ин 6 нафар дигар унвонҷӯён, докторони PhD дар ин самт фаъолият доранд. корҳои илмии онҳо аллакай як қисми онҳо ҷамъбаст шудааст, яъне ки рӯзҳои наздик аз пешдифоъ мегзаранд ва як қисми дигари онҳо таҳқиқотҳои илмии худро давом дода истодаанд. дар назди донишгоҳи миллии Тоҷикистон донишкадаи такмили ихтисоси кормандони маҳсулоти таҳссиси олии касбӣ назди донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият мекунад ва муаллима ба ҳайси гӯем ки ҳамчун муаллим, ҳамчун шахси ботаҷриба дар донишкадаи мазкур ба дигар донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурӣ аз фанни усули таълими химия дар мактабҳои олӣ дарс мегӯянд ки мо аз чандин донишгоҳҳои дигар ҳамчун раҳматнома, сипоснома аз фаъолияти муаллима шунидаем. яъне як педагоги хуб мебошанд дар самти татбиқ кардани, яъне амалӣ кардани омӯзиши фанни химия дар муассисаҳои таҳссисоти миллии умумӣ ва таҳссисоти олии касбӣ. ва ҳамчун олим хеле як муаллимае мебошанд ки имрӯз зери роҳбарияшон 6 нафар унвонҷӯёну муҳаққиқон, докторантон фаъолияти илмии таҳқиқотӣ бурда истодаанд. коллективе ки шумо фаъолияти корӣ доред, муоширати онҳо бо шумо чӣ гуна аст? дар баробари он ки ҳамчун яъне ки корҳои илмии таҳқиқотии худро дар соҳаи кимиёи физикӣ пеш мебарам ва дар баробари ман мудири кафедраи методикаи таълими химия ҳастам. яъне ҳам дар соҳаи яъне таълими химия ки бевосита ба мактабҳои муассисаҳои таҳсилоти миёна, мактабҳои оли сару кор дорем, яъне ки ҳамчун корҳои илмии таҳқиқотӣ мебарем ва ҳам дар бораи чӣ хел ки химия медонем ки химия фанни амалӣ аст ва синтез ва дигар яъне хулаҳои алюминий кору фаъолият дорам. яъне дар ин самт ду самт низ ман фаъолият дорам ва дар ин ду самт низ шогирдони худро роҳбарӣ менамоям. ва ман фикр мекунам ки ман хушбахттарин нафаре ҳастам ки борҳо дар баъзе ҷаласаҳо қайд мекунам ки ман дар коллективи ҳамавақт кору фаъолият ки дорам ки онҳо бештар ман худам онҳоро дӯст медорам ва онҳо ҳам барои ман муносибати хеле хуб доранд ва якдигарфаҳмӣ муҳимтарин ин аст ки олимо бояд байни ҳамдигар якдигарфаҳмӣ хуб дошта бошанд ва ҳамин муҳитам дар факултети химияи донишгоҳи миллӣ яъне ки ҳукмфармо ҳаст. хислати аз ҳама аҷиби муаллима дар он астанд ки муаллима бениҳоят шахси хоксор ҳастанд. новаста аз оне ки ваё номзади илм ҳастанд доцент, бениҳоят шахси хоксор, шахси меҳрубон ва шахси бениҳоят ватандӯст ҳастанд ки новаста аз оне ки боз кадом донишҷӯе ки набошад ё кадом омӯзгор ё ки кадом ҳамкоре ки набошад, муаллима
معلم با سرکاریشون نگاه نکرده همه وقت مییابند کوشش میکنند که با سوالهای دانشجویان با سوالهای همکاران جواب دهند و کمک خودشان را رسانند. معلم بین تشکیلاتچی خوب است و چندین چاره‌بینی‌های جمعیتی و فرهنگی که در فاکولته برگزار می‌گردد و با ذمه کافدر مذکور ما واگذار می‌کنیم به نهایت در سطح خوبی تشکیلی معلم چاره‌بینی‌ها رو می‌گذراند. از جمله آنها این جشن گرفتن عید کسبی، کیمیاگران، روزی 8 مارس روزی مادران، نوروز و دیگر روزی استقلالیت چاره‌بینی است که ما در سطح فاکولته در سطح بلند می‌گذاریم و ما وابسته می‌کنیم به هر یک چاره‌بینی کافدرهای مذکور رو و کافدر اصول تعلیم خیمی که روبرش و معلم قربان وظیفه دارد به نهایت در سطح خوب می‌گذرانند و یک تجربه خوبی هم دارد که برای دیگر کافدرها این همچون نمونه با ما پیشنهاد می‌کنیم بعضن حالت‌ها. مقدس قربان و در پیراهه دشوارگذر آموزش علم‌های دقیق همچون یک بانوی تاجیک موفق گردید. با عزم استوار و اراده قوی و تلاش‌های پیوسته چراغ معرفت در ضمیرش فروزان گشته به دستاوردهای ارزنده سزاوار گردید. محض همین هدف‌هایش باعث موفقیت او در جاده علم شدند. هدف مقدس قربان و رشد دادن اختراع‌کاری و نوآوری در ساحه خیمیا می باشد و او کوشش دارد که همچون عالمی با استعداد در این سمت به نوآوری‌های نو و نو دست یابد. در آینده چه نقشه ها دارید؟ در آینده نقشه دارم که به شاگردان خود کمک نمایم که آنها هم نامزد علم شوند و در پیش خود مقصد گذاشتم که یعنی که آن کارهای علمی تحقیقات‌های خود را یعنی جنبش نموده یعنی دفاع رساله دکتری خود را یعنی که روزهای نزدیک پیشنهاد نمایم و در آینده برای وطن و خلق خود خدمت نمایم. سلامت باشید. تشکر برای صحبت و در کارهای من بعد شما برای کامگاری ها تمنا داریم. تشکر زیاد. من تمنا دارم که مقدس وایدانه در همین سال رساله‌اش را به آخر رساند و تا امکانیت از روی امکانیت دفاع نماید و زینه‌های نو به نوع علم کیمیا، علم موادشناسی را به دست بیارد. من برای معلم قربان و تمنا دارم که در آینده باز اختراعات را دوام دهد. دانشجویانی که امروز از ما امیدوار هستند در راه نو با اصولهای نو تربیت میکند و البته تمام شهر دوشنبه را از استادان از معلم‌های خیمیا تامین میکنند. تمنای اون را دارم که معلم در یک گوییم که سن و سالی بسیار کمالات علمی و پداگوژی قرار دارد و اون نقشه هایی که دارن معلم همگیش عملی گردد و ما آرزو میکنیم که ماهای نزدیک رساله دکتری خود را حمایت کنند و برای علم همین است که خودش دکتر علم باشد و شاگردان زیادی را آموده و دفاع کنند و اون 6 محقق که زیر روبری معلم عین حال کارهای علم تحقیقاتی میبرد آنها هم پای در پای رساله خود را آموده و دفاع کنند و در سمت نوشتن کارهای علمی تحقیقاتی و کتاب‌های درسی موفق باشند، چون که تنها در 2 سال اخیر با همشریکی با جمهوری با ما دوست ازبکستان ما علاقه در سطح در نزد کافدر مذکور 2 کتاب درسی رو آماده و تالیف کردیم و همین گونه باز همکاری های سودمند بین دیگر دولت ها باز زیادتر گردد و این نقشه هایی هستند که در نزد معلم می ایستد و من باور دارم که از این عهده این میبراید و با معلم موفقیت و برای کار تمنا دارم. مقدس قربان و در آینده نقشه دارد که با تربیت شاگردان در زینه‌های گوناگون علم و تطبیق ایده‌های تازه و جدید در عمل و در رشد علم خیمیا سهم خود را گذارد. ما تهیه‌گران برنامه مروارید به این بانوی نوآور در راه فتح بلندترین زینه‌های علمی موفقیت خواهانیم.